دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایت پوری مهربان شي ته وساتي عزت خوشالي او په غمونو بمي غرزي په ودونو خوشالي او په غمونو بمي غرزي په ودونو ربات د هر دښمن په نصیب کړه زلالت خدایا ته پر مهربان شي ته وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پر مهربان شي ته وساتي عزت خدایا ته پر مهربان شي ته وساتي عزت ناوی ناستوی بیغما د خپل خوږ اشنا پتما ناوی ناستوی بیغما د خپل خوږ اشنا پتما چې اشنای راشي کور ته وی په وینو کې لږ پات خدایا ته پر مهربان شي ته وساتي عزت. دوست عزیز باز هم خوش آمدید. طوری که شما در تصویر همشیره رو میبینین و در پهلوش یتیمکای بسیار کوچک و خرد رو میبینین که همین طفلتان است که بعد از شب شهادت پدرشان پیدا شده. این طفل کسی است که بعد از وفات پدر خود به دنیا آمده. اینا 7 نفر هستند، در یک فامیل زندگی میکنه و همین 7 نفر نانوار خانه سرپرست فامیلشان همین مادرشان هستند که اینا همهشان یتیم هستند و متاسفانه که سرپرست خانواده نداره. خواستیم که یک چند دقیقه با مادر صحبت بکنیم. با ما باشید. سلام مادر جان، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ سلام، شما خوب هستین؟ سلام خبر تمام دوستان تقدیم می‌کنم. همیشه تو یتیمای هستم. پدر از 30 سال میشه شهید شده. بسیار بیچاره شدیم و دیگه آنقدر جگرخون هستم که شب و روز از دست خون جگری و تشویش آلم. من خودم مریض هستم، جور نیستم دیگه. زندگی است در من سر به چی پیدا میشه خانه؟ چی دارین؟ نانوار خانه‌تون که از چی کاروبار دارین؟ از کجا میکنین؟ به اصطلاح هم یک لامنان از کجا میشه؟ کس که تان کمک میکنه؟ براتان روان میکنه؟ چطور؟ کس امروی مورنو و خوب بود، سابق کمک میکردن مثل شما برادرای میامدن کمک میکردن بود میخورن نبود دیگه، صبر خدا میکنن دیگه. پیشتر این دخترکم بسیار دنگ 2 روز گریان کرد، مادر مریض هستم حتی مخانه بود که من میره به دکتر ببرم. خودم من روزه گرفتیم به بسیار جنجال دیگه. صبح که خوشیم آمد دید بسیار وضعیتم خراب است، پیش دکتر بود. گفتم نیست تک ندارم، از کجا بودم پیش دکتر بود. خیلی است میگه ازی چه از همسایه از یکی بگیم وضعیت تو بسیار خراب است، پیش دکتر بود. باز گفتم من خرجش چه رقم پسش بکنم دیگه. این بچه کلان می‌نویسد نانوار خانه کس نیست، بازم یتیم است. خداوند پاک کمکشون میکنه، خدا کمک کنه به یتیم وارا. ما خود امید خدا و پاره نمی دوستای ما که کمک میکنه همین یتیم وارا. از خداوند میخوایم که کسایی که کمک میکنن ما دست از یتیم وارا میگیره. در این وضعیت، در این شرایطی که من خودم سوادم ندارم، زن جوان هستم، با امید خدا در این خانه شدیم. از خداوند کمک میخوایم که خداوند پاک همیشه مرا کمک کنه یتیما بزرگ شد، دست از یتیما رو بگیرن که فردای روز یتیما دست یکی دیگر رو بگیرن. خودت چی از برکم؟ مروه جان مکتب میری؟ نه. چی دارین در خانه تون چی پیدا میشه برکم؟ دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پر مهربان شي ته وساتي عزت. بیدر جان نمک چی است؟ شیرباز. شیرباز جان مکتب میری؟ نه بایی بیادر کن خودش گوشنه و تشنه است کنم خوراکم و مکتب را از واسم شو باید چیز ندارم کار چیز کنم که از واسم سه و از اون قلم چیز میرم که خونم مکتب من خودم خواندن میتونم. شما کمک مال کنه دوستای عزیزم کمک مال کنه که من مکتب بخونم که بیادر کن
باید قلم چیز ندارن بنزین پیان کارش کنم میتیشونه. خب چی کار میکنی خودت؟ در کجا کار؟ یا متشویی میکنم و کار میکنم دیگه. یا مگر که پیش دکه متفروشی یا تا هم پیش متمادر میکنم. یا بنزین فروشی نمیشه. نداریم اگه از بس توان نمیکشه. ایره خود درک میکنی که مکتب چه قبرت ضرور است ولی خوانده نمیتونی؟ ایره خود درک میکنم بسیار مکتب ضرور است که بخونم ولی خوانده نمیتونم. باز روزی چند افغانی کمایی داری؟ چند افغانی پیدا میکنی؟ نمیشه دیگه نمیتونم اگه زیاد بتونم 15 روپا 20 روپا از او بالا نمیشه 30 روپا از او بالا نمیتونم. چی پیام داری به هموطنایی که فعلا شما رو میبینن؟ ما پیام دارم که این ما رو کمک کنه. اول سلام تقدیم کنم برشان دوم ما رو کمک کنه به این خور بیادر قلم کتاب چمنان ایچی و پای پوش چیز بیای خور بیادر مکتب رو خانم مکتب رو خانم. خدا مهربان از خانم با این همتی که تو داری انشالله که میشه. بله دوستای عزیز هر قدر ادامه بتیم باز هم همون درد است همون رنج است بی‌وضاحتی است مسکینی است. شما می صحبت های بیادرک ما رو شنیدین که واقعا بسیار با احساس صحبت میکنه بسیار یک با درد بزرگ صحبت میکنه میفهمه قدر مکتب را میفهمه که آیندهشان جور میشه برای خودشان میفهمه خوانده نمیتونم روز 15 افغانی کار میکنم موترشویی میکنم. تشکر میکنم که تا این دم برنامه با ما همراه بودید. ناصر جان پیسه را میشناسی می چی است؟ ای چی است؟ چی هستی؟ پیسه است. روزی را با مادر جانت میتم با خودت هم یکان چیزا بخره درست است؟ تشکر. همشیره جان همی پیسه مبلغ 8000 افغانی است از طرف همان برادر ما که از خارج روان کرده خواستیم که در برنامه مجموعی نباشد خانه شما آمدیم به خاطر از اینکه چند نقدر رابطه به زندگی شما معلومات بدیم. اگر هموطن عزیز ما میخواد که با شما کمک بکنه شماره تلفنی که روی صفحات تلویزیون شما آشکار میشه هم شماره واتساپ است و هم شماره تلفن است میتونید که با ما تماس بگیرین و از طریق چینل آصف امازوی میتونین با این خانواده وصل شوید. همین کمک نقدی بود براتون تسلیمش کردیم. خیلی ببینن خانه شما خداوند پاک کمکش کنه هم دیگه هر ورزوی که دار بدلش خداوند برسونه که یتیما را به سری کمک در از یتیما خیلی ببینه خانه شما. تشکر. قندم امی 8000 افغانی به مادر جان تسلیم کردیم انشالله که خدا مهربان است. خودتم هر قدر که میتونی کوشش کن مکتب تا بخوانی تا از طریق قلم و تعلیم و تحصیل هم سرپرستی خانواده خود بکنی و هم آینده خود جور بکنی. چیزی که میگم کاکا که کمک کرده خدا خودش جمع کرده نکنه هم دی دنیا کمکش کنه هم دنیا خدا کمکش کنه که دی دسریت ما رو کمک کرد این رو کاکی رو شما ما رو کاکا ما رو کمک کرد این قلم کتاب چوبایک میخرم که در بخونم تا این خوب شد که ما هم میگم بیچاره رو کمک کنم. تشکر ناصر جان. با خودت چی بیاریم باز؟ یه چیز؟ تشکر. دوستای عزیز بازم یادآور میشم اگر شما خواسته باشین به همچه فامیلا خانواده کمک‌های خود را برسانین یا میخواین که شریک بسازین کمک‌های خود را میتونین از طریق چینل آصف امازوی که شما بیننده همین برنامه از این طریق هستین میتونین با ما تماس بگیرین انشالله یک افغانی تانه در پیشروی کامرا حساب داده و شفافیت را در نظر گرفته و شما انشاءالله که اصول اطمینان را حاصل میکنید که پول شما بر شخص مستحق و واقعیش رسیده. برنامه ما با میجه با پایان میرسه. شما را به خداوند کریم می سپاریم. شاد و خرم و کامگار باشید.